رفتیم. خب درود دوستان، اینجا همکفه. خیلی خوش اومدین. با یه مهمون خیلی جالب داریم، من خیلی دوستش دارم و میریم که خودشو معرفی کنه. دوستان حتما و لطفا اگر که ما رو دوست دارید، که فکر کنم دوست دارید، قطعا سابسکرایب، لایک، از این کاری که همه یوتیوبرها میگن انجام بدید که ما که حالمون خوبه با هم دیگه، با شما هم حالمون خوبه که بریم تو دانسای بیشتر و اینا. علی حاجی سلام. خیلی خوش اومدی. خوبی؟ قربونت. دست بدیم ما. چکین. خب دوستان، علی حاجی فامیلی تو؟ علیرضا احمدی اسممه. آها چی شد اصلا به نام خدا؟ آره به نام خدا. چرا علی حاجی؟ همیشگیمون که چرا علی حاجی. آره من اسم واقعی من رضا احمدیه، منتها رفیق رفقا دور و بریا و خیلی‌ها به اسم علی حاجی میشناسن و این تا جایی ادامه پیدا کرد که خیلی فکر می‌کنن حاجی فامیلیمه. داستانش از کجا شروع شد؟ زمان کرونا ما میرفتیم مافیا بازی میکردیم، بعد اون زمان پایتخت اگه یادت باشه معروف شده. حاجی جان. آره آفرین. بعد یکی از این بچه‌ها بوده ما رو میدید، این گفت حاجی جان. بعد این گذشت تا اینکه تو این بازی‌ها دیدی مثلا مخاطب قرار میدن و فلان و اینا. آره. یه نفر برگشت گفت، بقیه میگفتن حاجی، یه نفر گفت علی حاجی. من از این آواه خوشم اومد، دیدم باحاله، با نمکه. آره ایول. که بعدش کلی اتفاقای با نمکه دیگه هم سر این اسم افتاد. مثلا یکی رو میشناختیم که میگفت روز اول که سری فیلم برداری بود و اینا، من یه خورده دیرتر میرسیدم، بعد اینطوری میگم، میگفتم روز اول ما همه میگفتن علی حاجی قراره بیاد، هاردو دست علی حاجی فلان. ما گفتم الان یه پیرمرد ریش سفید فلان، اینه این علی حاجیه. ولی اسم چیزی علی حاجی یه چیزی با خودش داره. آره یه وزنی واسه خودش داره. و علی حاجی، یعنی من اولین بار که حاجی رو دیدم یعنی واقعا فکر کردم علی حاجیه، یعنی واقعا فکر کردم منم فامیلیش حاجیه. بعدا مثلا الان اول سال ما یه تئاتری کار کردیم به اسم مد که هم بازی بودیم با هم دیگه. من تو دور دومش بودم. من اونجا متوجه شدم که علیرضا احمدیه. یعنی مثلا لیستو خوندم گفتم علیرضا احمدی کیه؟ من فکر می‌کردم واقعا علی حاجی. این اتفاقی یه جا دیگه هم افتاده بود. اجرا قبلی که داشتیم قبل مد، بعد یکی از بازیگرا اینطوری نگاه کرد گفتش اسم علی حاجی رو چرا نزدی؟ من گفتم اینه این اسم من. خب نمیخوای تو چیزا هم علی حاجی بخوره؟ نه. چرا؟ اسم خودم باحال‌تره. علیرضا احمدی. شاید یه جای دیگه بخوام خرج کنم علی حاجی. آها، دو تا کاراکتر یعنی. شاید. جالبه. یکم یه بار به من گفته بود که فامیلی تو بذار صحرا، یعنی من صحرایی ام دیگه، بذار پارسا صحرا. بعد من اینجوری بودم که واسه چی؟ گفت خیلی با مسماتر و فلان و اینا. ولی خب مال تو فرق میکنه، میدونی دو تا کاراکتر علی حاجی و علیرضا احمدی. خب الان فکر کنم یه اینتروی از خودت دادی، حالا خودت معرفی کن. آره من علیرضا احمدی، معروف علی حاجی. خب چه معرفی دیگه؟ چیکار میکنی؟ تئاتر کار میکنیم. خب با رفقا اینا. بدی نیست. چند سال تئاتر کار میکنی؟ الان نزدیک 4 سال. خیلی خوبه. 4 سال با مسمایی هم بوده، نه؟ میشه گفت. داره میگن خوب کار تقریبا. کردی. یعنی از 1400 تو تئاتری. آره زمستون 1400. خیلی خوب. خوش اومدی به همکف داداشم. حاجی یکی از کسایی که خیلی کمک کرد توی همکف و به شکل گیریش خیلی کمک کرد به اتفاقش. حاجی همکف واسط کجاست؟ نه الان اینجا که الان همکف ها کلن. آره. همکف برات چه معنی داره؟ ببین همکف برای من نقطه شروع است. تو از منفی شروع نکردی یعنی؟ نه. همکف اونجایی که همه چی برات شروع میشه. میدونی تو یعنی منفی باشی مجبوری تلاش کنی، مجبوری برای بقا، میدونی برای بقا داری میجنگی. ولی وقتی میرسی همکف اونجایی که دیگه انتخاب میکنی که من چه راهی رو پیش بگیرم،
در چه مسیری تلاش کنم. برای من اینطوریه. آفرین. میدونی؟ الان طبقه چندمی تو؟ من اسم میکنم هنوز مونده تا همکف، خیلی یه ذره کم. الان یعنی هنوز همکف نیستی؟ نه. یه ذره الان منفی خودت احساس میکنی؟ آره، که منفی. آره. منفی چندی؟ منفی یکی؟ بین منفی یک و تراپلی. آره دارم زورمو میزنم. ایول. تا حالا رفتی مثلا طبقات بالا بعد دور برگردی پایین یا نه؟ آره خیلی. من توی دوره‌ای میشه گفت طبقه 1 حتی بودم، حتی طبقه 2 و یهویی با سر رفتم منفی 1000 اصلا. چی شد رفتی منفی 1000؟ چه اتفاقی باعث شد؟ خیلی داستانش تلخ و غم انگیزه. اگه دوست نداری نگو. اوکیه. ولی بگو. ولی باید بگی. اینجا هم کفه. خیلی داستانش تلخ و غم انگیزه و یه سری اتفاقهای بد هی پشت هم و به یه جایی رسید که اینطوری بودم همه چی برام تموم شده. یعنی به اون نقطه چی شد یعنی چی نجاتت داد؟ چی شد باعث شد دوباره پاشی؟ تئاتر. جدا؟ آره. چه باحال. واقعا تئاتر. چه باحال. یعنی من توی اوضاع خیلی وخیمی بودم و تقریبا 2 هفته بعد از اون اوضاع که گذروندم و فلان و اینا، حال بد و اینا، تو همون حال بد بودم همچنان و مثلا تحت درمان و مامانم منو به زور برد تراپی و فلان و اینا که تراپی متنفرم. هنوزم متنفرم. برد به زور تراپی و اینا. یه دفعه یه روز رفیقم علی یوسفی زنگ زد و خواب بودم ساعت 3-4 بعد از ظهر زنگ زد و این تو خواب الو سلام و گفت دوست داری تئاتر کار کنی؟ گفتم بعدم نمیاد. و گفت ساعت 6 بیا تالار حافظ. من تو که نمیدونستم تالار حافظ کجاست. گفتم تالار حافظ کجاست؟ گفت تو گوگل بزن میاره. زدم تو گوگل و موتور رو روشن کردم نه و 125 رفتیم اونجا و شروع شد. اولین سمتت چی بود تو تئاتر؟ اولین سمتم میشه گفت صدا بود. توی کار اکووس تالار حافظ. دستیار صدا بودم. ایول. تو الان بازیگری و دستیار کارگردان هم هستی؟ آره الان بازیگر و دستیار کارگردان و ایشالله به زودی کارگردان. به خیلی خوبه. ولی کارگردان تئاتر نه، کارگردان سینما. آره. هدفت سینما. حقیقتا کارگردانی تئاتر جرأتشو ندارم برم سمتش. اصلا جرأتشو ندارم. جدی میگی؟ سینما آره. سخت‌تره ها. احساس میکنم برای من راحت تره سینما. تو آدم سینمایی؟ آره چون خیلی ایده هامو قاب و تصویر میبینم. منم خودم همینجوریم. منم خیلی احساس میکنم آدم سینما هم بیشتر تا تئاتر. هدفت چیه؟ یعنی الان هدفت اینه که کارگردان باشی؟ علی حاجی هدفش چیه؟ علی حاجی هدفش چیه کلی بخوایم بگیم؟ حال خوب. چی جالب. کلا یعنی واسه فرقی نداره کجا باشی چه؟ اصلا فقط اینم که حال آدم خوب باشه. باکلا. چون به نظرم حال خوبه چیزیه که باعث میشه همه چیزت خوب باشه. تو حالت خوب باشه زندگیت خوبه، لباس پوشیدنت خوبه، خورد و خوراکت خوبه، اخلاقت خوبه. چند درصد اون حال خوب برداریم؟ زیر 50%. زیر 50%؟ آره ولی سعی میکنم روز به روز بهتر بشه. خب ببین چی باعث میشه که این الان ادامه میدم این حال خوبه رو بذار بنویسم یادم نره، ولی چی باعث میشه که حالت خوب بشه الانو میگم نه تو کل زندگی، الان تو این شرایطی که هستیم و نمیدونیم الان جنگ هست جنگ نیست فلان کارامون اینجوری، چی باعث میشه حالت خوب بشه؟ ببین حرفی که میخوام بزنم شاید یه خورده کلیشه‌ای باشه، خیلی ها میگن و فلان و اینا، ولی برای من اینطوری حال اطرافیانم خوب باشه. یعنی کسایی که برام عزیزن، کسایی که یزدان رفتی؟ کی میای اینجا؟ نمیای؟ خدا خداحافظ. خب
چی داشتم میگفتم؟ حال آدمای دورت اگه آره خوب باشه. حال آدمای دورم، حال کسایی که دوستشون دارم، کسایی که برام با ارزشن. من حقیقتا حال بدم معمولاً به خاطر خودم نیست، به خاطر بقیه است. به خاطر بقیه است. آها، یعنی تو یه شخصیت ناجی داری یه جورایی انگار. نه ناجی نمیشه گفت، یه جورایی معمولاً اینطوری هم که خودم پس خودم برمیام. بقیه چی میشن؟ میفهمم چی میگی. مثلا تو همین دوران جنگ من به هم ریختگیم فلان سر خودم نمیگم، تهش که میمیرم دیگه، چیزی نمیشه، مردن. به قول یکی بچه‌م گفت مردن که آرزوه. میدونی چه چیز جالبی گفته. آره مردن که آرزوه. حالا مفهوم مرگ برای من امیده، یعنی من این که میدونم یک روزی قراره بمیرم باعث میشه تلاش کنم. اگه میدونستم تا ابد زنده‌ام که بگم که خب وقت دارم. یاد اون ترک علی سورنا میافتم، ترک مرگش توی آلبوم نگار، آخرین ترکش. دقیقاً یعنی مرگ یه چیز قشنگه برای تو. آره خیلی خیلی، ولی باعث نمیشه که بخوای خودتو بکشی. نه اصلا الان نه. آره به نظرم منم همین جوریم. من مرگ یه چیز مقدس میبینمش، میدونی. به نظرم مرگ قطعاً که اتمام نیست، ولی میدونیم خیلی وقتا اصلا شاید مرگ اون راپله همکف باشه. نمیگم مرگ اومد اینجا پس فردا بگه من میخوام بمیرم، نه این حرفو نزنید، نه، ولی اون راپله همکف مثبت 1 باشه شاید مثلا. ولی آره راست میگیم. آره و اون 12 روز بیشتر قصه اطرافیانو داشتم. خب من یه چیزی بهت بگم، این اذیتت نمیکنه؟ خیلی جاها اذیتم میکنه، خیلی خیلی بیش از خب همون. خب چرا انقدر خودتو وقف میکنی؟ بذار یه داستان، یه نوشته جالبی دارم. بفرمایید. نمیخواستم بخونم یعنی یه چی دیگه آماده کرده بودم، اینو گفتی الان بذار بیارمش. کل داستانای دفترشو الان میکشم بیرون. این دفتر جعبه سیاه منه. خب حقیقتا آخرین نفر که این دفتر رو خون دیگه ندیدمش. نمیخوایم بدونیم چرا، ولی خب آره ولی یه داستانی اینجا دارم خیلی جالبه راجبه همین موضوعه. نوشتم که آدم ها نیازهایی دارن برای ادامه حیات، برای اینکه احساس کنن مهمه و باید این نیاز درونی خودشون رو برطرف کنن تا خرسند و راضی باشن. انگار من نیاز دارم به شنیده شدن، به گوش دادن برای دیگری. یعنی من گوش بشم، من بشنوم که یکی دیگه حرف بزنه. نیاز دارم به اینکه بار دیگری رو سبک کنم و بکشم روی دوش خودم. نیاز دارم به اینکه التیام بخش آدم ها باشم تا بتونم با زخم های اونها زخم خودم رو التیام ببخشم. مثل اینکه کمک کردن به دیگران توی خونمه و از بچگی باهام بوده. از اون دورانی که توی بازی‌های بچگی من اونی بودم که بقیه رو کول می‌کردم و اونی بودم که برای بالا رفتن از دیواری که از سر شیطنت کودکی قلاب می‌گرفتم برای بچه‌ها پله می‌شدم برای بالا رفتن اونا. فکر کنم راه رشد من همینه که نه تنها در تئاتر بلکه در زندگی هم نقش مکمل رو ایفا کنم. میگم که من عاشق نقش مکملم. چقدر جالب. آره برای اینکه بقیه دیده بشن، پله بشن برای رشد دیگران تا بتونم خودم رشد کنم. همیشه هم جذب آدم‌هایی میشم که بیشتر از همه نیاز به کمک دارن و این اتفاق خیلی ناخودآگاهانه انجام میشه. انگار که اون صدای ضعیفی که توی اعماق دلشون داره فریاد کمک سر میده رو میشنوم. اون موقع است که باز هم ناخودآگاهانه جذب اون آدم میشم و میگم سلام، من برای کمک به تو اینجا اومدم. باری از روی شونت بردارم. حالت چطوره؟ الان میفهمم که من به خاطر اینکه آدم‌ها ازم دوری میکنن یا منو پس میزنن یا اینکه خودشون هم من دریغ میکنن و از این قبیل موارد ناراحت نمیشم. از این ناراحت میشم که نذاشتن یا نمیذارم بهشون کمک کنم. آخه میدونی من نیاز دارم به کمک کردن. شاید شناختن درد بقیه باعث میشه که درد خودم رو بهتر بشناسم. الان که بهش فکر میکنم متوجه میشم که چقدر این افکارم درسته، چون هر چقدر که غمگین باشم ناخواسته بیشتر و بیشتر گوش میشم. با این اوصاف بیشتر
اونها به من کمک میکنن تا من به اونها. چه پارادوکس عجیب و جذابیه نه؟ درد را فقط در دلتیام است. پشمام. آره چه قلم جالبی داری. اولا دومن که همون من میخواستم یه سوالی بپرسم الان که اینو خوندی. تو گفتی که این حالتو خوب میکنه. آره چقدر جالب. گفتی هم که اگه طرف نذاره کمکت کنه حالتو بد میکنه. آره. یعنی واقعا این حالتو بد میکنه. آره که یکی نذاره کمکش کنی. آره چقدر جالب. خب یعنی تو خودتو خلاصه میکنی توی کمک، خلاصه که نه خودتو تعریف میکنی تو کمک کردن به آدما یه جورایی، و چیزی نیست که خودم انتخاب کرده باشم. شناخت خودت از خودت. آره. اینه که چقدر شناخت جالبی. میدونی پریشب بود داشتم فکر میکردم که اگر که ماها هر کسی توی هر طبقه‌ای که هستیم، توی هر جایگاهی که هستیم، خودمونو صرفاً فقط خودمونو بشناسیم و بفهمیم نسبت به جایگاهی که هستیم چه مسئولیتایی داریم. خب منظور از جایگاه طبقه نیست اصلاً، منظور توی زندگیه. بفهمیم چه مسئولیتی نسبت به اون جایگاه داریم، شاید واقعاً پیدا کنیم که هدفمون از زنده بودن و شریعتمون چیه. و تو من احساس میکنم با این چیزی که الان خوندی چقدر زندگی کردی حاجی. با این چیزی که گفتی من احساس میکنم تو فهمیدیش. و ببین خب تو خیلی از خیلی جلوتری، اگر که واقعا فهمیدیش یعنی تو از خیلی جلوتری. نمیدونم، شاید اینطوری باشه، هنوز خودم مطمئن نیستم بشه. چیزیه که صرفاً تحلیلم بوده تا الان خودم، چون میدونی من اصولاً عاشق تحلیل کردنم. آخ منم خیلی دوست دارم همه چیزو، رابطه آدمو با هم دیگه، سلام کردنشون، آفرین، اینکه چرا اینو گفت چرا اونجوری نه، چه دیوونت نمیکنه یه جاهایی؟ من دیوونه میشم چون دیدم مثلا تو یه وقتی وای میسی اینجوری هم سیگار میکشی داره آدما رو اینجوری نگاه میکنی. منم دقیقاً همین جوری هم یه وقتی، ولی خب مثلا میگم یکم برونیش کنم که چیز کنم، یعنی تعامل داشته باشم، بعداً مثلا برم حلاجی کنم. هر چقدر جمعیت شلوغ‌تر بشه بیشتر میزنه بیرون و مثلا میبینی توی و حالتو بد نمیکن. نه دارم کیف میکنم باش. توی جمع خیلی شلوغ یه گوشه اینطوری وایسادم دونه دونه نگاه میکنم. لطفاً زودتر کارگردان شو. ببین دارم جدی آره، چون این خصلت، حالا مثلا تو آرکیتایپ ها هادس اینجوریه، کلا کاراکتر هادس یا هیدیس خدای دنیای مرده ها اینجوریه. تو مثلا کاراکتر یکت هادسه، من کاراکتر دوم هادسه. همینه، آدمایی که هادس دارن یا هیدیس دارن کلا آدمایی هستن که یه گوشن نگاه میکنن و صاحب تأملن و دسترسی دارن به دنیای درون. تو هم دقیقا همین جوری. و توی آرت موفق ترین آرتیستا کسایی هستن که حادث دارن. چرا؟ چون دسترسی دارن به دنیای درون. یعنی تو یه اتفاقی رو که میبینی راحت ازش نمیگذری و این به نظر من خصلتیه که یکی که میخواد خلق کنه باید داشته باشه. راحت نباید ازش بگذره، نباید فقط نگاه کنه بره، نه شاید نباید زیاد زل بزنی ها، ولی هی حلاجیش میکنی و تو این کارو میکنی و به نظرم دست به جنبون دیگه. کی کارتو میسازی؟ هر موقع پولش جور بشه. پول بابا بعد برو تو دلش اوکی میشه. سرمایه چیز مهمه. آره واسه پول در آوردن چیکار میکنی آجی؟ واسه پول در آوردن خیلی کارا کردم، خیلی کارا میکنم، خیلی کارای خوبه بچه‌ها. آره اینجا همه پسر خوبی هستن. خب قطعا. خب اینجاشو اگه لازم شد کات میزنیم. آره نه من کات دارم شوخی میکنم، کات نمیزنیم ما هیچی. خب اصلا کات نداریم. آره کات نداریم. چی داشتم؟ پول در آوردن. از چه راهی پول در آوردی تا حالا؟ الان این چند وقته که خیلی درگیر تئاتر بودم، پروژه تئاتر. پول در میاری از تئاتر تو؟ نه زیاد، ولی در میاری. خیلی کم، خیلی کم، یعنی در حدی کم که به چشم نمیاد. اوکی. ولی
اصولا عمدش از تولیدی کیفه. شما تولیدی کیف داری؟ آره تولیدی کیف داریم و یه خاطره هم از تولیدی کیفت با من داری حتی. آره سر فیلم برداری و اینا. سر فیلم برداری بودیم. من سر سریال آیه تبریزی بودم. بعد یه سکانس خیلی سخت داشتم با محمد اسنا، خیلی سکانس سختی بود. بعد حال اصلا خون ریزی و فلان و اینا. ما از در اومدیم بیرون، یه بعد تو کوچه پس کوچه‌های بازار یه خونه خیلی باحالی بود. لوکیشنشون دقیقاً روبروی کارگاه ما. آره یعنی این در خونه باز میشد، اون در خونه باز میشد که کارگاه علی حاجی اینا بود. بعد من علی حاجی دیدم اصلا دیدم پارسا خونی کج اینطوری. آره خیلی خیلی جالب. من اسم محمد اسنا اومد دعوتش می‌کنی محمد پاشو بیا. آره نه محمد که حتما باید بیاد. آره توی این شرایط تو کمک کردن چی میبینی؟ خیلی ها مثل تو انا. من این واسه همین دارم این سوالو میپرسم که بپردازیم بهش، چون خیلی ها مثل تو و از قضا چون نمیدونن نمیشناسن خودشونو ضربه های خیلی زیادی میخورن، میدونی؟ یعنی طرف میره کمک میکنه و خب تو ممکنه که اصلا کمک اینجوریه دیگه، میگن بدون چی میگن؟ بدون منت. آقا من تشنمه و واقعا انقدر تشنمه من اینو میخورم بقیه‌شو میدم به یارو ممکنه اینو بخوره لیوانم بشکونه بره. آره. یه سری از این قضیه ناراحت میشن، در صورتی که ذات همین عمله باید حال آدمو خوب بکنه اگر که خب. حالا واسه این دارم این سوال میپرسم، تو این شرایط تو چه جوری کمک میکنی به آدم؟ این خیلی بستگی داره خیلی چیزا. شاید کمک کردن همین باشه که یهویی آدم میبینی تو خودشه و ازش بپرسی حالت چطوره پارسا. همین صرفا. آفرین. تو موقعیت‌های مختلف نسبت به آدم‌های مختلف نسبت به رابطت با اون آدم خیلی متفاوته. و یه نکته هم اضافه کنم که من توی تنهاییم همیشه تو بهترین حالت خودم. جدی؟ حالت خوبه؟ خوب. اصلا تو تنهاییام مثلا اینطوری هم که چقدر همه چی خوبه. خیلی وقتم پیش میاد واسه خودم میرم قدم میزنم، تو پشت موتور میرم تو خیابونا موزیک گوش میدم فلان. حالتو خوب میکنه. خیلی جالبه. خیلی اذیت شدم ولی یاد گرفتم اینو. مشخصه که تو خیلی زندگی کردی، مشخصه که و درد زیاد کشیدی و اون دردا رو خیلی مهمه کاری که تو و امثال تو انجام میدن که درداشونو بهونه نمیکنن واسه سقوط، اتفاقا درداشونو بهونه میکنن برای شناخت. من نمیدونم دیگه چجوری میتونیم خودمون رو بشناسیم، چون یه ویدیو داشتم میدیدم تو اینستا، یه بنده خدایی بود رفته بود فکر کنم تو کتاب باز داشت میگفت که آقا بله زندگی درده و درد در پس درده و جز این نیست و خب این نباید باعث سقوط بشه، اتفاقا باید باعث شناخت بشه و از شناخته که این صلح میاد. به نظر من این حال خوبه میاد. تو چجوری دیگه میتونی بفهمی که آقا کمک کردن، الان یه کسی مثل علی حاجی متوجه شده که من این مدلی هم آقا کمک کردم و بقیه حال منو خوب میکنه. هر کسی ممکنه شناختش یه چیزی باشه آقا، یکی ممکنه بفهمه آقا ساختن هر چیزی، ولی به شرط اینکه خودتو اذیت نکنه کمک کردن. آها چجوری خودتو اذیت میکنه؟ به شرط اینکه خودتو از دست ندی. خب چجوری اون به اون مرحله میرسه؟ ببین یعنی چجوری، یه مثال بخوام بزنم، مثلا جوری نشه که تو به مدت 1 ماه 2 ماه یا 3 ماه حتی کل زندگی تو وقف آدمه کنی. چشاتو ببندی و چشات و کورکورانه فقط اینطوری نه، این فقط داره بهت ضربه میزنه، حتی حال خوبرم بعدش بهت نمیده. بله. این شرایطو داره دقیقاً. و اینم بهت بگم منم خیلی از درده مثلا اینطوری بودم سقوط میکردم،
درد میومد وای دنیا تموم شده فلان دیگه هیچی به درد نمیخوره. یاد گرفتم ولی که درد رو بسازم برم جلو. حقیقتا یه شعری هم خیلی تأثیر گذاشت روم، یه شعری از مولانا که میگه هر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر، آرامتر از آهو بیباکترم از شیر. هر لحظه که میکوشم در کار کنم تدبیر، رنج از پی رنج آید زنجیر پی زنجیر. یکم سکوت کنیم تنشین بشه دوستان. سجاد مال مولانا نه؟ بله تایید شد. خب خوبه. خب خدا رو سجاد مدیر کیفی و مدیر ناظر. یه چیزی من یه گفته بودم، من استادم مایه جلیلوند، یه حالا اسپویل نمی‌کنم باید بکنم عرفان. آره یه درسی داره، نمیگم درس چند چون ممکنه که شاگرده که مثلا اصلا ببینن برن چیز کنن. یه جایی توی حرفاش یه چیزی گفت باید دست رنجاتون رو ببوسید. خب چرا؟ چون اوناست که ما رو عمیق میکنه و ما رو چگالتر میکنه. در واقع طول زندگی اصلا مهم نیست، عمق و چگالی زندگیه که مهمه و یکی از چیزایی که ما رو چگال میکنه واقعا به نظر من رنجه. اما باید من کاملا دارم کلمه به کلمه استاد میگم که درست، باید پروسس خردمندانه داشته باشه. یعنی همونه که میگم یه رنجی که آدم میکشه نباید باعث سقوط آدم بشه، باید پروسس خردمندانه داشته باشه که باعث پیشرفت، باعث حال خوب بشه. خیلی چیزی که دارم میگم رو کاغذ ساده است، من خودم اصلا نمیدونم، خیلی کار سختیه که آدم یه رنج، مثلا تو جنگ ما خیلی با هم دیگه بودیم، تقریبا هر روز با هم دیگه بودیم، خیلی اتفاقات عجیب از در دیوار واسمون میافتاد و مثلا حاجی میدید من خودم سعی میکردم که آروم کنم خودم و یه وقتایی اوکی کنم فلان کنم بیسار کنم، سعی میکردم که این رنجه رو تبدیل کنم به یه حال خوب، ولی نمیشد. میدونی سرمون رو شلوغ میکردیم فلان میکردیم، ولی درستش اینه چون بذار صادق باشیم، پاهامون رو اگه رو زمین بذاریم بخوایم زندگی کنیم، چون خیلی من خودم اینجوریم، من اسفندیم و اصلا فکرم تو آسمون هست همیشه و ضربه هامو وقتی خوردم که پاهام خورد زمین. سجادم اسفندی داره تایید میکنه. دقیقا همون موقع که پاهم خورد زمین با واقعیت روبرو شدم، ضربه های بزرگی زندگی میخوردم و متوجه شدم که پای آدم باید رو زمین باشه. واقعیت جز درد و رنج چیز دیگه ای نیست. نه من اینجوری حال نمیبینمش، من میبینم که من اینجوری میگمش، واقعیت بخشی از واقعیت درد و رنج هست ولی کل واقعیت درد و رنج نیست. واقعیت اون چیزیه که ما میبینیمش، ولی من دارم میگم گستره دیدمونو این 130 درجه ما 130 درجه فکر کنم چشم انسان 130 درجه، من الان انقدر دارم میبینم پشت سرم که نمیدونم چه عملا تو فیزیک پشت سر من اتفاق نیفتاده چون من نمیبینمش. خب تو این گستره دیدی که ما داریم باید چیزهایی رو بگنجونیم که از جمله رنج، از جمله واقعیت رو ما میبینیم. خیلی چیزا هست، نباید تک بودی نگاه. آفرین، نباید تک بودی، نباید آدم صرفا دارکی باشیم که بگیم نه خب فقط خوشبختی وجود نداره، نه فقط اتفاقا مثلا فقط خوشبختی وجود داره نه همش با همه. دقیقاً جالبیش همینه. آفرین. یعنی اصلا علت این که باید رنج و دید رسیدن به اون خوشبختی است به نظر من. و دمت گرم که انقدر رو راست تو اینم می‌خواستم، تو آدم خیلی رو راستی هستی. خب رو راست خوبه، یه سری رو راستیشون بده میشه وقیح. خب تو آدم رو راست خوبی هستی، یعنی تکلیفت با خود مشخص. جالب شد برام. خب اینو نمی‌دونستم. ادامه بده، داره خوشم میاد. در همکف خود را پیدا کنید. خب آره تو آدم رو راستی هستی و این رو راستی به نظر من از تکلیف مشخص بودن خودت میاد. تو تکلیفت با خودت مشخص. آدم اگه تکلیفش با خودش مشخص بشه به نظر من توی این دوره زمونه میدونه که آقا این آره این نه، حالا به هر قیمتی آقا این نشد، این نبود واسه من. آره میدونی این نه اگه بخواد بیاد قاطی
داستانای من بشه خب من اذیتم. حالا یه وقته لازمه کاریش نمیشه که اون سیاست تو اجتماع بودن و فلان و فلان و فلان میگه که آقا یکم تحمل کنین. و این خصلت خوبه تو خودت تا حالا دقت نکرده بودی که چقدر رو راستی؟ ببین تو تحمل میکنی ها، مثلا اینجوریه که یه چیزی اگه رو مخ بچه راحت باشین راه برید بیاین اوکی ما حواسمون پرت نه جدی میگم ها، یعنی آروم نمیخواد کاری بکنین راحت باشین. ما حواسمون اصلا پرت نمیشه. نه جدی میگم. آره تو تا دقت نکرده بودی که اینجوری رو راستی به چه معنا؟ ببین همون تکلیف روشن، یعنی مثلا یکی میره رو مخت خب من دیدم تو اولش هی کز به قیز میکنی اینجوری میکنی، یه جاهایی مثلا برمیگردی میگی الله اکبر خب مثلا یه از این اداها داری باحاله خب آدما رو حذف نمی‌کنی، یه فرصت میدی فلان می‌کنی ولی نمیذاره از آستانه رد بشه. از آستانه رد بشه یا خیلی رک یا یارو میگه آقا تو اینجوری یاد دیگه یارو رو میدونی درجا حذفش می‌کنی. آفرین همین این منظورم اینه. نه تنها تو کارت آقا تو میدونی که مثلا من این کار رو پذیرفتم میتوانم انجامش بدم یا نمیتوانم انجامش بدم، میدونی این از کجا میاد این رو راستیت؟ شاید چقدر حرف یکی آره میگم آره چرا باید بگی آره یارو موجوده خجالت بکش. نه آقا شما مهمان شما همیشه حرف بزنید خب آره چی داشتم میگفتم؟ رو راستیت از کجا میاد؟ شاید یکی از دلایلش اینه که ترسی از حذف کردن آدمو ندارم، ترسی از دست دادن ارتباطات ندارم. من یه جوری دیگه بهش نگاه کنم اجازه هست؟ ترس از تنهایی نداری؟ ترس از تنهایی هم ندارم و این مثلا چیزی نیست که بچگی با هم بوده ها، نه اینو زندگی بهم یاد داد. من 10 سالم بود تازه دست چپ و راستمو تشخیص دادم، آبجیم که عزیزترین کس زندگیم بوده پیشم رفت مهاجرت کرد. یه خورده رفتیم جلوتر پسر خالام که رفیق شیشم بودن مهاجرت کردن، خالم مهاجرت، عموم مهاجرت، فلان هر کسی که میشناختم داداشم مهاجرت کرد و یه جای بعد اینطور شدم زندگی همینه، میان میرن و اونا رفتن من تنها شدم، تنها تر شدم و هنوز زندگی ادامه داره و آدم‌های جدید اومدن میان میرن دقیقاً و زندگی ادامه داره. آفرین که اینو بوت نکردی، این چماق نکردی بزنی تو سر خودت. شاید هم کردی نمیدونم ولی آره به جاش هم کردم. من آره اونقدر آدم علیه السلامی نیستم واقعا ولی خب حداقل الان اینجایی با این روحیه و الان دمت گرم. و حقیقتا یه جمله که خیلی بد من خیلی یه عادتی دارم معمولا رفیق رفقا نزدیکام میپرسم که چه جور آدمی ام به نظر تو فلان همه آدم خوبی هستی فلان حالم به هم میخوره. آفرین میفهمم حالم به هم میخوره. دوست نداری تعریف بشه ازت؟ نه مسئله این نیست، مسئله اینه یارو چیزی جز این نمیتونه بگه، میدونی؟ یعنی میگم حتی بدی من بگو یارو فکر میکنه که بگه واقعا و میدونم اون آدم بدی میگه ولی نمیگه. این مسئله حالمو به هم میزنه. دوست داری یعنی یارو بدی تو بگه؟ دوست دارم آقا، یعنی مگه میشه من بدی نداشته باشم؟ یا من آدم دروییم که تو بدیمو نمیگی یا و خودم میدونم چقدر کثافتم، چرا به چش تو نیومده بدیه؟ اینش اعصابمو خورد میکنه که آدما نمیتونم درست ببیننت بشناسنت یا اینکه نه اینکه خودم میدونم چقدر کثافت و بدم و بقیه فکر میکنن چقدر آدم خوبیه. این قضیه این تناقضه. خب سخت شد. آره یه خورده پیچیده است. آره خب که توضیح دادم خودم فهمیدم آره یکم آره پیچیده است چون همه سعی میکنن که مثلا روی خوش به بقیه نشون بدن که آدم خوبی به نظر بیان ولی تو نه منم همچین تلاشی میکنم خب ولی به جاش مثلا آدم بدیت هم نشون میدی. چون مگه میشه آدم بدی نه؟ هر کسی یه مشکلی داره. بله من مثلا همکف همینجاست که آدم واقعا
بگی آقا مثلا من حسادت دارم فلان دارم، هر کسی. من خودم یکی از بدیام که آدم خشمگینیه، من یه خشم درونی دارم که بچه‌ها یه وقته یه چشمای دیدن. آره بگذاری. آره خب حاجی حسادت داری آیا؟ حسادت نه، حقیقتشو بخوامش بکنم نه، حسادت نداریم. قبلا شاید داشتم، الان نداری. الان نه. آفرین. چون اینطوری هم که هر آدمی به اون چیزی که باید میرسه. من به احترام این من کلام دارم. من خیلی آدم معتقدیم، خیلی منم همینجوری. آره آدم معتقد و اعتقاد دارم به اینکه اتفاقی که باید میفته، فقط کافیه تلاش کنی، کافیه تا آخرین لحظه پا پس نکشی. من خیلی اینو اعتقاد دارم، منم همینو اعتقاد دارم. و این باعث میشه که مثلا اینطوری نباشم که حسادت کنم وای این فلان وای، نه، اونا مسیر خودشونو دارن میرن، من مسیر دقیقاً. کسی قرار نیست جای اون یکی رو بگیره. دقیقاً. یکم ادامه میدی؟ من این چیزو دارم سرچ کنم. کسی قرار نیست جای اون یکی رو بگیره. خب عزیزانم پادکست امروز نه چرا داری؟ من نه اسم این بنده خدا رو میخوام چیز کنم. من امروز داشتم یه باباییه، من خیلی واسم چیزه، خیلی حالا چرا انگلیسی همش میاد تو ذهنم. یارو خیلی خیلی الهام بخش برام. مرسی. آره گریبی سال هاستم دنبالش میکنم. یه حرف جالبی داشت میزد، میگفتش که شما اگر که 36 سالته هنوز بچه ای. من اینجوری بودم که بیپ یعنی چی؟ من الان توی این سن و سالم دارم میترسم. 36 سالمه بچه‌ام. همون من اینجوری بودم که بعد میدونی حرفش چی بود؟ میگفتش که متاسفانه، و من تا یه حدی با حرفش موافقم، میگفتش که متاسفانه این روند دنیاست که باعث میشه که ما فکر کنیم وقت کم داریم و باعث میشه ما زودتر خودمون رو مصرف کنیم برای اهدافی که برامون تعیین شده، نه اهدافی که خودمون میخواد. داشت میگفتش که شما 36 سالته هم میتونی شروع کنی. در نظر نگیر که فلان کسک آقا شانس الهی فلان فلان فلان، خیلی چیزا ممکنه که مثلا بشه آقا یارو 18 سالگی به اون درجه برسه که تو حالا هنوز دنبالشی. خب میگم اصلا مقایسه نکن. 1 2 اگه 36 سالته هم هنوز جوونی. واسه خیلیا تو 40 سالگی 50 سالگی اون اتفاقی که میخواستن افتاده، ولی همین چیزی که تو گفتی ادامه دادن تا لحظه آخر. حتی لحظه آخر هم مسئله اینجاست که نمیدونی لحظه آخر کیه. تو همین رشته خودمون بازیگری دقیقاً خیلی 40 سالگی بعد 40 سالگی الان تو اسم ببریم هادی حجازی فر، حمید لولایی. چقدر خوبه که ایرانی‌ها رو داریم که خارجی‌هاش رو هممون میدونیم. آره. آفرین. یا آدمایی که بعد از 40 سالگی مطرح شدن. بله دقیقاً. و چقدرم بیشتر به نظرم درخشان‌تره حتی یه وقتی. آره. چرا؟ چون تو یه پختگی داری تا اون موقع، تجربه‌ای داری. و به نظرم اتفاقا جالب‌تره اینجوری. و میدونی جالبش اینه که آدم نمیدونه تشکیه که بخواد یه جا بگه که اوکی مثلا من میدونم که این دیگه تشه، پس من برنامه‌ریزی میکنم که اون موقع برسم تش. نه، تو حتی اونجا هم برسی تازه شروعه. میدونی مثلا من خودم فکر میکردم اگه برسم طبقه 5 تشه. من رسیدم طبقه 7، رفتم -10، دوباره اومدم بالا، رفتم اصلا معلوم نمیکنه. و این پویایی است که اتفاقا جالبه و ادامه دادنه. استمرار. یعنی به نظر من استمرار از همه چیز مهمتره. چند سالته؟ من دیگه امسال میشه 22 سال. پشما. نمیدونستین نه؟ شما هم نمیدونستین نه؟ دیگه متولد 82 دیگه، درست گفتم؟
متولد 82 22 سالش میشه 22 حاجی ساله. و واقعا خیلی خوشحالم که اینقدر، نه جدی دارم میگم، خیلی خوشحالم که همچین دید پخته‌ای داری تو 22 سالگی. تو ببین 40 سالت بشه دیگه چی میشی. یه جوری داره نگاه میکنه اصلا تاها داره راه میره اینجوری داره نگاه میکنه. آره 22 نایس آفرین ایول دمت گرم. حاجی ثروتو چی میبینی؟ ثروت یه حقیقتا من ازم خیلی وقت پیش مثلا 12 13 سالگی 14 سالگی هیچ وقت به ثروت فکر نکردم. یعنی اینطوری بودم آقا تو برو سراغ علاقت و بیشتر از ثروت برو سراغ قدرت. آفرین. ثروت میاد خودش. برای من همیشه ثروت اون چیزی بوده که هر چقدر دنبالش بدوی بیشتر فرار میکنه از دست. دقیقاً همینطوره. یعنی ولی بری رو تمرکز تو بذار رو چیزهای دیگه ثروت خودش میاد میدوه سمته. آره آفرین دقیقاً. ثروت میاد سمت آدمی که ثروتمند باشه. ذهنیت ثروت دقیقاً. ذهن مهمه. دقیقاً میدونی. من آدمایی دیدم که میلیارد براش اصلا هیچ همینطور، ولی میبینی با یه ظاهر و با یه سطح زندگی پایین میگرده و زندگی میکنه اینطوری که خب اون پوله رو میخوای چیکار؟ میدونی یه جمله هست میگه خدا با آدم پولشو میده خرج کردنش هم بده. جرأت خرج کردنش هم بده. آره قبلیه رو پاک کن. جرأت خرج کردن یه بوق اینجا داریم تو اپیزود. مرسی. آره جرأت خرج کردنش هم بده. هم اون هم قبل از اون باید لیاقت اونم داشته باشی که بهت بده میدونی. ولی یه چیزی بهت بگم خیلی مثالا راجع به آره خیلی هست. مثلا یه چیزی که خودم خیلی باش حال میکنم اینطوری که یه آدم میگفت خدا میاد این پولا رو میاد دست تو مشت پر میشه خب و تو اینا رو صفر نگه داری خب مشت پره چیز جدیدی نمیاد. باریکلا. باید یه دست تو خالی کنی بدی بره دوباره یه چیز جدید میگی. آفرین من اینو دوست داشتم کلن. حالا نه راجع به ثروت، راجع به زندگی همینه. همیشه باید یک چیزی بدی تا یک چیزی بگیری. دقیقاً. من مامانم همیشه میگه که پول مثل آبه خب بمونه میگنده. دقیقاً. باید جاری باشه یعنی باید بیاد بره و این اومدن و رفتنه اتفاقا حال خوب کنه چون میاد و میره. آره. واقعا اصلا ببین حالا نمیخوام وارد این بحث بزرگ بشم که همه چی انرژی و فلان. پول هم یک نمای دیگری از انرژیه و انرژی باید در جریان باشه. انرژی اگه یه جا مسدودش بکنی تبدیل میشه به خیلی چیزا از جمله سرطان. وقتی اینو یاد بگیریم که پول هدف نیست وسیله است خیلی راحت. آفرین بنازم پول وسیله است هدف نیست و خیلی سخته. چیزهای دیگریه چیزهای با ارزش تریه. آفرین چون به نظرم خیلی الگوهای اشتباه به ما اینو آموختند و هنوزم دارن تلاش میکنن که آره چی داری نه واقعا. و میدونی اصلا بحث چیه آقا؟ من دارم میگم تو مدرسه ما میگفتن علم یا ثروت. اصلا چرا ما رو محدود کردیم بین این دوتا؟ من سوالم اینه اصلا سواله باعث شده که یه چارچوب کوچیک اشتباه واسه ما بسازن. اصلا چرا این سوالو میپرسی؟ اصلا چرا باید دو تا دونه باشه؟ چرا مثلا فلان و فلان و فلان و فلان و فلان هم دیگه قاطیش نباشه؟ اصلا نمیشه علم داشت و ثروت هم داشت. آفرین. اگه نمیشه ثروت داشت و علم هم داشت چرا اصلا علم بهتر از یا ثروت؟ آفرین. بله نمیخوای فوش بده. آره. سخت بوق گذاشتن تو تدوین. من چجوری تدوین میزنه یه خورده. آره سخته اشکال نداره بگه فوش بده راحت بشه. حالا فوش نده ولش کن. آره ولی خب حاج آقا حال و روزت چطوره این روزا؟ حال و روزم این روزا رو به بهبوده. از یک طرف هم یه سری چیزا داره من فشار میاره. یه سری چیزا داره اذیتم میکنه. چیا؟ راستیتش یه اتفاقی افتاد پریشب. آها بله من میدونم. آره یه
بابایی یک آدمی اومد ماشین ما داخل پیاده رو دندقه ماشین موتور من تو پیاده رو پارک با ماشین دندقه زارد زد به موتورم 2 میلیون خسارت گذاشت رو دستم و اونجا اصلا خودش پیاده شد برو تعمیرش کن هر چقدر شده من میدم و فلان و اینا و من اینطوری گفتم رو حساب اینکه حل دیگه بابا آدمیم دیگه حرف زدیم میدونی یکی اشتباهمون اینه و اونجا اینطوری نشدم که مدرکتو بده کارت ماشینتو بده من نگه دارم خدمت و دیشب رفتیم و دبه کرد آره امان از دبه کنم الان ته کارتم 8000 تومنه حقیقتا حاجی در دلمو نمیخوام باز کنم واقعا در دلمو وضعیت سختیه ولی خب میشه تحمل کرد بی پولی رو میشه تحمل کرد الان چیکار میریم بالا سر یارو بریم ماشینش آتیش بزنیم آره ما راه حلای پسر راه حلای ساده پیش پا افتاده انتخاب میکنن همیشه واسه نه ساده است بنزین و یه فندک اصلا زندان مال مرده آره بابا آره نه ولی خب الان مثلا با این حال بعدیه چیکار میکنی؟ چی همون دیشب خیلی اعصابم خورد بود که خودت هم بودی بله اعصاب خورد و فلان خیلی الان دیگه کلت خیلی شیری بود آره شیری رنگ شیری کلت رنگش پریده بود همچو گچ آره خب الان کنار اومدم باش اینطوری هم که اوکی دیگه آره. خب یعنی اقدامی نمی‌کنی واسش از حقتو نمیخوای بگیری میدونی مسئله این نیست که حقتو میخوای بگیری یا نه خب من اینطوری هم که روزگار میگیره میدونی واقعا چون دیدم چشیدم اوکی من اینو میپذیرم ولی من تو اینجور شرایط اینجوریم که پس من چی میدونی منم یه جایی واقعا یک جایی یه جوری برای جبران میشه یا اینطوری به خودت میگی وای حاجی من توی موقعیتی هم که یه بابا یه شرکتیه 60 میلیون منو الان 6 ماه نمیده آره خب خیلی پروژه بودم پولمون آره خب و قشنگ منم همین جوری هم که مثلا چیکار کنم مثلا بعد ببین این چیز فکریه جنگ افکاری که دارم چیز فکریه این جنگ افکاری که دارم هر شب با همه ها که مثلا چیکارش کنم فلانش کنم اینجوری اونجوری فلان راههای خوب به ذهنم میرسه راههای خیلی بد به ذهنم میرسه نه این که اینطوری نیست که مثلا کلا ساکت باشه وای پول منو خب هیچی نه حق تو باید بگیری تا جایی که میتونی باید میدونی سعی کنی مسالمت آمیز ازش بگیری خب مسالمت آمیز نشد مسالمت آمیز قانونی دیگه اونا رو دیگه نسبت به شرایط اونجا اونا رو توی فصل بعدی اپیزود همکف که اگه رفتیم منفی راجع بهش صحبت میکنیم ما چون داریم بریم مثبت خیلی مثبت فکر میکنیم نه با میگیم آقا تکلیف هم موتوره چی شد خسارتش فلان آره. اون موتوره بود چون هنوز داستانش ادامه داره آره همون فیلم دوربینا رو در بیاریم خب پس یعنی بیخیال نشدی تو نه ولی دیگه پوله برام مطرح نیست صرفا حقه برام آفرین خیلی مهمه اجازه بعد اینطوری میشی تو اوایلش اینطوری که آقا پوله است اجازه پوله برات مهم نیست اینطوری که آقا حقمون بدیم چرا چون ببین من اینجوری هم که ما همونقدر که مسئولیم که خودمون یه رفتاری بکنیم که خوب باشه تو جامعه جلوی رفتار بدم باید بگیریم خب یعنی اگر یارو به خودش اجازه میده که حق کسی رو بخوره واقعا باید یه کاری بکنیم که به نظر من یه جرئت نکنه نه که جرئت نکنه ها انقدر حق خوردن و کسی یا زورش نرسیده یا گفته بی خیال یا گفته خدا میزنه تو کمرت تو فلان ولش کرده که یارو اینجوری شده که اوکی حق میخورم نه اتفاقا باید حقو گرفت که اونی که داره حق میخوره دیگه به قول تو جرأت نه آقا الگوریتم حق خوردنه عوض بشه میدونی چرا باید یارو دب بکنه مثلا اصلا فرهنگ چرا باید دب بکنه آقا یه چیزی بعد حالا مثلا این تصادفه من رفتم اونجا کار کردم من رفتم انرژی گذاشتم وقتمو گذاشتم عمرمو گذاشتم ارزش برای طرف ایجاد کردم و یارو پول منو داره نمیده میدونی چرا نباید این اصلا آره ولش کن ولی
به نظر من نه، اتفاقا نباید از حق گذشت و اتفاقا حق گرفتنیه. آره. کسی حق رو اینجوری تو سینی نمیاره باید بگیری. نه حق یه وقتایی مثل تو آدمایی مثل تو با توجه به کاراکتری که داری اتفاقا آقا این حق این آدمه باشه، علی حاجی تو سینی میاد میگه آقا حقتون رو بفرمایید فلان بفرمایید، از این آدما هم کم نداریم. ولی متاسفانه یه حالیه که بله اینجوری هم پیدا میشه. خب نباید اینجوری باشه دیگه. نباید اینجوری باشه. حاجی تو صدات خیلی خوبه، خوندناتو من شنیدم. دوست داری مثلا در آینده بخونی و اینا؟ نه پابلیک نه، خیلی خوندنه برای خودمه و اینا. آره برای دل خودمه. آخر این اپیزود پس واسمون بخون لطفاً. دیدین باشه. آره حتما واسمون بخون. کلا خیلی علاقه دارم به موزیک و خوندن و ساز زدن و خیلی زیاد علاقه دارم. آره و حالا که بحثش پیش اومد بگم که امیدوارم بابام نبینه اینو. چرا؟ الان بهت میگم چرا. جالب هی جالب‌تر میشه. خب من خیلی عاشق ساز زدنم. خب و یه روزی پولامو جمع کردم و اینا، بابام اینطوری که بابا من میخوام ساز بخرم. بابام قاطی نکرد. مخالفه به شدت. بابام قاری قرآنه و تو بود من قاری قرآنم، پسرم بره مطرب بشه. یا حسین. آره و مثلا دعوا داشتیم، دعوای سنگین. چه سازی می‌خواستی بگیری؟ گیتار. آره خب بعد نشد. علاقم به گیتار و تار و ستار و ایناست. آره و نشد، نگرفتم. و یه جمله بعدش نوشته خیلی دلم شکست، حقیقتا خیلی دلم شکست. یعنی اون ذوقه الان توم کور شده که بخوام خودم ساز بزنم. ولی بعدش یه جمله نوشتم، نمیدونم شعر میشه گفت، قصه کوتاه، نمیدونم چیه اصلا. خب نوشتم که میخواست ساز دست بگیرد پدر نذاشت، چه زیبا نوازش میکنه ساز را چشمهایش. داشت سیخ میشد چون جلو دوربینه حیا کرد. و الان عشق میکنم آدمایی که ساز میزنن و اینطوری هم که میگم ای ول برید. حاجی خیلی مینویسی نه؟ آره آفرین معلومه. اصلا چیز خواست ساز چی؟ یه بار دیگه بگو. میخواست ساز دست بگیرد پدر نذاشت، چه زیبا نوازش میکنه ساز را چشمهایش. چی شده؟ خودکاره رو نکن. خب حرف بزن. خب اینو نکن. صداش منم آخه داشتم میکردم، حالا من اوکی بود. اون خیلی بولتر مثلا نزدیک بود. تو نکن. مثلا نزدیک بود. خب آره چقدر قشنگ اینو. من فکر کنم اینو مثلا تو توی یه جای استفاده کنم، اشکال نداره. نه اوکی استفاده با کاراکتر خودت. حالا نمیدونم خیلی چیز جالبی بود. آره و الان مثلا اینطور نیستم دست بابام دلخور باشم. اون موقع خیلی دلم شکست بود. الان نه. الان یعنی هم که پدره دیگه، میتونی یه جاهای پدر مادرها یعنی همیشه تلاششونه صلاح بچه‌شونو بخوان. بله. حتی منعم میکنن. مثلا تئاتر کردن کلی دعوا داشتم با خانواده، ولی انجام دادیم. 2 سال دعوا داشتم. باورت میشه منم دعوا داشتم. یعنی تا همین چند وقت پیش که سر یه پروژه رفتیم به اسم جانب قرار. بله که اینطوری شدم این پروژه که باید بلیت بگیرم بیام ببینن که من چرا دارم. آفرین. اونجا آقای مهران مدیری رو صحنه و فلان و بیسار و اینا آقا مدیری اونجا بود که اومدن نشستن. از اون بعد دیگه اوکی ان و فلان و اینا، چون یه ثمره دیدن ازش. آره حاجی منم باورت میشه، حالا تو میدونی خانواده من مثلا توی چه فضایی، منم حتی خیلی جنگ داشتم و من 8 سالم بود که فکر کنم این داستان واسه گفتم که استعدادیابی شدم واسه کار بیضایی. آره گفتی. و قبول شدم تو کارش و مامان نذاشت. یعنی مثلا من سال دوم دانشگاه بودم، مامان بهم گفت که یادت رفتی واسه بیضایی تست دادی، من نذاشتم بری.
ببین وقتی ازش میگذره که اون سنگایی که جلومون گذاشتن یا نذاشتن که به جایی که میخوایم برسیم اون اتفاق واسه. خب من 8 ساله که اونقدر عقل درستی ندارم اختیار داشته باشم. ولی اگر که کسی نمیدونه، اگر که من تو تئاتر بیضایی بازی میکردم مثلا اون همه خوب میشد اصلا هر نمیدونستیم. من سالی 2-3 تا دونه سینمایی چون بچه بودم بازی میکردم، هی سینمایی بازی نمیکردم، تئاتر بازی میکردم، تئاتر جشنواره دانش آموزی و اینا خیلی بازی میکردم. سالی 2-3 تا سینمایی پیشنهاد میشد، مامان نمیذاشت. خب و میدونی الان اتفاقا اینجوری هم که شاید بهتر شد. چرا؟ چون ببین وقتی که من تو چند سالت بود؟ 13 سالت بود گفتی؟ 12 سالت بود می‌خواستی 30 ساز بگیری؟ نه این مال 17-18 سالگی. 17-18 سالگی. حالا این مال تو یه مقداری سخت‌تر قضیه. ولی من اینجوری هم که وقتی آدم بچه است شاید وقتی که یه کاریو مثلا من بازیگر میشدم شاید واقعا ازش زده میشدم. شاید میدونی شاید مثلا یه اتفاقاتی میافتاد، یه ضربه های آدم بچه است دیگه نمیدونه، اون روح لطیف، اون روحیه کنجکاوی و فلان و اینا. و واقعا سینما جای جذابیه، یعنی فضای سینما جای جذابیه. واسه من به شخصه از بچگی خیلی جذاب بوده و اگر که من غرقش میشدم شاید خیلی فاجعه پیش میومد. شایدم خیلی خوب میشد، آدم که نمیدونه آدم. ولی آره همینه که هست شده دیگه. و شاید من به مرحله رسیدم که گفتم دمش گرم که نذاشت. میدونی کلا به پدر مادرها سخت نگیریم به نظرم، چون اونم آفرین یه باره دارم پدر مادر شدن تجربه میکنم. ما هم قراره برای بچه هامون همین قدر میدونی، نه که استبداد نیست، اون طرز فکرش اونه. دقیقاً طرز فکرشونه و فکر میکنه صلاح تو اینه، میدونی دقیقاً نمیشه بابته. من الان اینو فهمیدم، یعنی اگه اون موقع میدونستم شاید انقدر دعوا و جر و بحث نداشتم. خیلی مسالمت آمیزتر پیش میبردم. خب باید بگذره تا بفهمش. میدونی باید بگذره تا آدم متوجهش بشه. ولی خب شاید همین قضیه باعث بشه که تو چند سال دیگه یهویی یکی از سازنهای خوب واسه خودت، حالا اگه دوست داشتی واسه اجتماع هر چیز. حاجی عشق چیه؟ عشق چیه؟ عشق برای من مثل یه کتاب میمونه. خب که فضا داره شاعرانه میشه. آره که این جمله من نیست ولی دیدم چقدر درسته و من اینطوریم که مهم نیست تهش چی میشه، مهم اینه که کتاب هر چقدر قطورتر بشه. یعنی تو میگی که این عشقه هر چقدر چیز بشه بگذره ازش بالتره، هر چقدر طولانی تر بشه. یعنی مهم نیست تهش چی میشه، مهم این طوله، این مسیر است، مسیر قشنگه. و عشق تماما درد و رنج دیگه. خب منظورت از این که طولانی تر بشه یعنی چی؟ عشقت به آدمو داری میگی؟ عشق به فرد دومو داری میگی؟ آره خب یعنی طولانی تر بشه، یعنی داستان طولانی تر، مدت طولانی تری. آره هر چقدر طولانی تر بشه قشنگ تره. حالا تهش میخواد بد تموم شه، خوب تموم شه، نمیدونی. ولی اون مسیر جذابیه. و اصولا عشق درد و رنج دیگه کلا. واسه یه بفهم شعری اینجا نوشتم. همکنون برنامه‌های ما عاشقانه میشود. آره خیلی برای من اینطوریه. عشق شبیه پرواز پرنده است. میگه که زمانه وزن محبت به صبر میسنجد، وگرنه عشق کجا بود اگر فراق نبود. میدونی یه تعریفی دارم.
آره یه بار دیگه بخون. نه جدی یه بار دیگه بخون. زمانه صبر محبت. چی؟ زمانه نه صبر نه زمانه وزن. آره زمانه وزن محبت به صبر میسنجد، وگرنه عشق کجا بود اگر فراق نبود. داداش اینا رو پابلیش میکنی؟ اینو هست، شعر من نیست. آها آره این شعر من نیست. آها تو نوشتی شد. آره مال کیه این نمیدونی مال کیه؟ نه نوشتم زیرش. و ببین من اینطوری هم عشق وقتی فراق میشه معنا پیدا میکنه. یعنی تو هم اینجوری که عشق به نرسیدنه. دقیقاً. ببین وقتی تو داریش اون دوست داشتنه، وقتی نداریش و همچنان دوستش داری عشقه. Fuck that. ببین واقعا آخه درسته، چون گریه کنی؟ چرا اینجوریه؟ چون قدرشو بیشتر میدونیم به نظرت؟ یا قدر اون احساسه رو میدونیم؟ میدونی چرا؟ چون من به شخصه بعد از داستان‌های عاشقانه‌ای که در زندگی خیش تجربه کردم، بعد از تجربیاتی که داشتم به این نتیجه رسیدم که ما عاشق تصویری از اون شخص توی زندگیمون میشیم که تو ذهن خودمون میسازیم که ممکنه واقعی نباشه، یعنی حتی اون آدمه خبر نداشته باشه که اون شکلیه. دقیقاً. حالا من اینه مثلا که تو وقتی که عشق معنی به این میشه که حتما با فراق معنی میشه، حتما با نرسیدن معنی میشه. خب این یعنی چی؟ ما اون حالی که تو اون دوران داشتیم برامون جذاب تر میشه وقتی نمیرسیم، یا اون تصویر از اون آدمه واسه همون جذاب تر میشه. اون دوران چیه که اینو جالبش میکنه؟ ببین دقیقاً خدا نمیدونم، خیلی سوال جوابش سخته، به چالش کشیدم تا آره. ولی ببین اون درد اون لحظه انقدر لذت بخشه، انقدر حال میده بهت، میدونی خیلی عجیب غریبه، خیلی جالبه. من داشتم تجربهش میگم تو بودم مگه میشه یه حال اینجوری داره مثلا داره گریه میکنی آره. اینطور حالت خوبه. آره دقیقاً یکی از مقوله های عجیب عشق که هزاران فلسفه. بعد آقا یه چیزی، اونایی که میرسن چیه قضیه است؟ اونا عشق نیست، اونا دوست داشتنه. یعنی تو میگی دوست داشتن وقتی که به نرسیدن میرسه تبدیل به عشق میشه. دلتنگی یعنی باعث اون قضیه میشه. ببین دارم میخوام ریشه‌شو پیدا کنم. تو از کجا میفهمی دو نفر که تو رابطن عاشق هم دیگه هستن؟ آفرین نمیدونیم. آفرین موقعی که یه هفته از هم دیگه جداشون کنی ببینی چه جوریه. آفرین. اصلا یکی از چیزایی که من همیشه واسم سواله و همیشه هم درگیرش میبینم، بقیه هم درگیرشن، اینن که مثلا فلانی و ببین چقدر خوبن، چقدر باحالن. آقا اون چیزیه که تو میبینی. بعد یهویی فلانی و فلانی با هم دیگه کات میکنن، یارو میگه ریدم تو دنیا و جهان و فلان. ببین اونا هم کات که نه آقا تو کجا میدونی؟ شاید واقعا میدونی عشق رو تو دوریه میفهمی. تو اینا یه هفته از هم دیگه فاصله بگیرن ببین چه اتفاقی میفته، بازم همون طوریه نسبت به هم دیگه. ولی من میگم عشق تعریف خیلی جالبی کردی ازش، اون چیزی هم که خوندی خیلی باحال بود، ولی به نظر من عشق تعریفش واسه هر کسی با توجه به تجربیاتی که میکنه خیلی شخصی و نسبیه. میدونی من میدونی حالا نمیخوام از تجربیات خودم بگم، ولی یکی واقعا دیدی مثلا میگم مردا یه بار عاشق میشن، به نظرت چند بار عاشق میشیم ما؟ من به نظرم بی نهایت آدم میتونه عاشق بشه. دقیقاً بی نهایت آدم میتونه عاشق بشه. آره. خب ولی میدونیم قضیه چیه؟ از یه جایی به بعد منطق قاطیش میشه. دقیقاً. واسه همینه اون مزه اولیه رو دیگه نداره. میدونی؟ هر چقدر جوونتری
احساس آفرین. بکشتره. بعد جدا از احساس، شخصیتم پیورتره، میدونی، ذات پاکتره و تو با تمام وجودت انگار داری عشق میدی و عشق میگیری و از تو اون تو طرفه. دوران جوونی وقتی عاشق میشی بعد ممکنه آدم کاملا منطقی باشی ها، ولی یهو احساس آنچنان میزنه جلو تو منطقت آف میشه. اینطوری که من در چقدرم برابر جالبه. همه آدم منطقی هم جلوی تو میرسم، منطقم خاموشه. و این بدترین لحظشه، این بدترین لحظشه. آفرین. الان عاشقی علی؟ آره مگه میشه بدون عشق زندگی کرد؟ حقیقتا دقیقاً بدون عشق نمیشه زندگی نمیشه کرد. واقعا. عشقت فقط به انسانه؟ میتونه به هر چیزی باشه. مثلا من یه جا خوندم که یه بابایی نویسنده‌ای بود، نوشته بود که من انقدر عاشق زندگی بودم که نتونستم نتونستم به نبودش فکر کنم و خودم کشتم. خب یکی هم ممکنه اینجوری عاشق بشه. نه عشق به اشیا، به نمیدونم چیزی که وجود نداره، به هر چیزی میتونه، اصلا مطرح نیست. عاشقتم. خب حاجی، آره. رفیق به کی میگی رفیق؟ این برای من رفیق خیلی معنای خاصی داره. معنای خاصی داره خیلی نمیتونم توضیحش بدم، یعنی شاید الانم توضیحش ندم چون سخته معمولا توضیح دادن یه سری چیزا، ولی به هر کسی نمیشه گفت رفیق. به کی میشه گفت رفیق؟ ببین با آدمی که توی درد و غمات شریکه. شریک روزای سخت. شریک روزای سخت. آفرین. آره. اون که اینا توی شادی داداش من برم تو خیابون یکی رندوم میگم آقا دارم میرم مهمونی، میای بریم، میاد. آره. روز آفرین. سختم، روزی که دارم زجر میکشم کنارم باشی رفیقم. آفرین. دقیقاً. و من کلا رفیقام خیلی محدود بودن تو زندگی. آره منم همینجوری بود. خیلی محدود. از رفیق تا حالا خوردی؟ همیشه گفت آره، همیشه گفت نه. یعنی چی؟ نه چوب اونی که رفیق نه گل اونی که بهش بگم رفیق نه. شبه رفیق بوده. آره. یعنی چون اصولا آدمیم که خیلی سخت اعتماد میکنم. آفرین. به خاطر همین دایره آدمای دور و برم چیزن محدود و خیلی بسته و تنگن و اینا. خوشبال. و آره معمولا رفاقتای خوبی بوده. حالا موقعی هم که کات خورده یا مسیرمون از هم جدا شده یا مهاجرت شده یا آره این اتفاق افتاده. ایول. چیزی میخوای بخونی برامون یا من نپرسیدم اولش؟ چی بخونم؟ چه میدونم. نه از توی دفتره. توی دفتر نوشته های زیبایی که داری. یه دونه خوندم برات دیگه. عزیزم من اون دفتر رو کامل باید واشکافی کنم. نه کامل که نه. حالا کامل یکی من ایران نمیبینم. یکی دیگه بگو. بذار یه چیزی نوشتم، نامه خودم به بچگیمه. چه درست. آره یه هم جالبه، یه کوتاه. شخصیت جذابی داری تو حاجی. نه نکرده بودی. نه اینجوری یه طول سگ. بگو. منم پاپت برای چند چه صافه. یه علی رضای عزیزم، اگر روزی تو را دوباره بیابم بر دستهای کوچک و چشمان معصومت بوسه میزنم که علی رغم تمام بدیهایی که بهت شد باز هم خندیدی، باز هم بخشیدی، باز هم مهربان بودی. اگر روزی باز پسایی قدمت را روی دیدگانم میگذارم و بی امان فریاد شادی سر میدهم بابت تمام چیزهایی که تا به امروز کسب کردم، بابت این لحظه آینده تا ابد ممنون و دستبوس تو هم. این شاید اینطوری بشن یارو چقدر خودشو فلان بساره، نه حقیقتا اینطوری نیست، ولی چون تو بچگی خیلی سختی کشیدم، خیلی دلم شکسته و من الان بهش فکر میکنم اینجوریم که یه بچه
7-8 ساله 9 ساله این همه درد رو تحمل کنه. و از همون موقع هم آدمی بودم که نمیگفتم، میدونی، یعنی هنوزم میشه گفت محرم رازی ندارم، هنوزم که هنوزه درد دل نمیکنم با کسی. با خودت ولی درد دل میکنم. با خودم خیلی، من دائما دارم با خودم صحبت میکنم، تو افکار خودم هوای خودتو داری؟ حرف میزنم. هوای خودتو داری؟ سعی میکنم داشته باشم، سعی میکنم. و آره میدونی اون بچه 8 ساله که اونطوری دلش شکسته و پیش کسو نداشت بهش بگه که آی اینطوری شده چیکار کنم و اینا، میدونی یه خورده اینطوری هم چه جوری تو تونستی دوام بیاری. به هر بچه 8 ساله‌ای که این دوران سختو گذرونده، طبیعتاً هر آدمی تو زندگیش سختی‌های مخصوص به خودشو داشته. بله قطعا. هوای اون بچه رو داری؟ بچه درون تو؟ به صداش گوش میدی؟ به خواستاش تن میدی یا نه؟ یا چیزش میکنی؟ سرکوبش میکنی؟ تنبیهش میکنی؟ انقدر سرکوبش کردم دیگه الان نمیدونم کجا. آی حاجی آی انقدر سرکوبش کردم الان نمیدونم کجا. میگم داخل متن میگم دیگه اگر روزی باز پسایی حاجی پیداش کن حاجی. حاجی چون ماها هممون اونیم، چون حقیقتا ذوق درونم مرده. آفرین. خیلی ذوق مال اون بچه خیلی هست. به میگن آدم بی ذوقی، راستم میگن، مثلا یکی کاتو میگیره یکی فلان فلان، خیلی بی ذوقه شدم نسبت به همه چیز. خب اون بچه رو باید پیداش کنی حاجی. نمیدونم چه جوری میشه پیداش کرد. چه جوری میشه پیداش کرد؟ سخته. نه سخت نیست اتفاقا. اتفاقا خیلی راحت، خیلی جلو چشمونه. یه وقتی دیدی یه سری کارهای احمقانه به ذهنمون میزنه که میخوایم انجامش بدیم. ببین منم خیلی اینجوری بودم. وقتی اون بچه غمگین میشه، ناراحت میشه، ناراحته، قهر میکنه، میره یه گوشه و وقتی میره یه گوشه اون بچه یه فضای به خصوص بزرگی رو پر میکنه توی ما. وقتی که میره این فضای خالی میمونه. جاشو چرت و پرت‌های بیرونی پر میکنه. و اون بچه اینجوری میشه که بابا من رفتم که تو بیای دنبالم، من نیومدی الان جا ندارم خودم برگردم این میشه که تو اول باید اون چرت و پرتای گم شدم تو مسیر. ببین خودش میدونه کجاستا، چون تو اون فضای الان پر شده از اون چرت و پرتا. اول از همه اون فضا پر از چرت و پرتا رو آدم باید خالی بکنه، بعد اون بچه دوباره خودش میاد. چرا؟ چون اون لازم داره به تو. اون ببین اون هنوز زنده است واسه هممون. کودک درون هممون زنده است و باید انقدر بهش توجه کنیم، حتی مهمتر از بالغمونه، مهمتر از الانمونه. باید بهش توجه کنیم، باید باش بازی کنیم. من خیلی کارهای احمقانه جالبی میکنم. دیروز صبح که رفتم بدوام 5 صبح نخوابیدم. شبش با هم دیگه بودیم اصلا. آره تا 2-3 با هم دیگه بودیم، رفتیم آپارتمان، بعدش نخوابیدم 5:30 رفتم بدوام و اینجوری بودم که نه بگی بخواب فلان ولی رفتم، باید میرفتم. و ببین یه انرژی عجیبی اومد سمتم. ببین پشت موتور نمیدونی اصلا دست خودم نبود، اطفار داشتم در میوردم، اینجوری میکردم، ماشین بغلم داشتم رد میشدم مثلا اینجوری میکردم. ببین این پارسا نیست، خیلی خوش میگذره. ببین آره اون پارسا کوچولو است، دلش میخواد اون کارا رو بکنه و من اگه جلوشو اینجوری بگیرم که نه بشین سر جات این چه کاری، نه بابا دوست دارم بکنم، دوست دارم زبون درازی کنم تو خیابون. مثاله ها یه وقتایی باید ببین صداش میاد. بعضی اوقات من تو مدیتیشن خیلی بهش رسیدم، راههای مختلفی از مدیتیشن هست رسیدمش، ولی اتفاقا من آدمای موفقی که تو زندگیم دیدم همشون به بچه کودک درونشون خیلی توجه میکنن. آدمای خوشمشربو دیدی؟ اونا کودک فعالی دارن. آدمایی که میدونی خوشیای کوچولو خوشحالشون میکنه، هی دوست دارن بازی کنن. دیدی
چقدر آدمای باحالی یعنی چقدر آدم ساعت ها میتونی باشون گپ بزنی حال بده و اصلا تو اینجوری اصلا نگاه میکنی میبینی که این شخصیت این آدم از کجا میاد، از اون کودک هست. آره ولی خب متاسفانه یا خوشبختانه حاجی خیلی زود گمش کردی. آره گمش کردم. شرایط جامعه دور و برم جوری بود که نسبت به سنم ازم بیشتر توقع میرفت و میدونم چی میگی. مثلا همین الانش رفیقام ببینی شما این دیگه همتون حداقل 3-4 سال هم بزرگتری و با همسنای خودم یه جبت نتونستم ارتباط بگیرم. اینش برام سخت ترش کرد چون میدیدم آقا تو راهنمای دبیرستان میدیدم آقا من الان دغدغه‌م اینه و نمیدونم دغدغه یارو پلی استیشنه، من دغدغه‌م اینه که چجوری مثلا پول در بیارم، چجوری موفق شم فلان فلان. دغدغه یارو اینه که چجوری برم بازی کنم، بعد اینجا چجوری بریم گیم نت تا کی میتونیم بازی کنیم. میدونی حاجی یه کاری بگم میکنی چی؟ کرم بریز حاجی جدی. آقا نه بی شوخی دارم میگم، شروع کن کرم ریختن. یه جایی میاد کرم ریختن حقیقتا. نه بریز. آره عملی زیاد میریزم موقعی که بیاد میریزم. آره جلوش نگی و بدون که اون بچه‌ه داره کرم میریزه. آره بعضی وقتا حال میده اذیت کردن. آره بابا ولی کار اون بچه هست و تنبیهش هم نکن. نمیدونم دیگه مثلا هم اینجوری پیش رفت داستانم. یه چیز دیگه می‌خواستی بخونی؟ فکر کنم شهرش حامد عسکری. فکر کنم اسمش همینه اگه اشتباه نکنم. خیلی شعر جالبی بود. میگفت من باغ زمستان زده دارم تو نداری، من خرمن طوفان زده دارم تو نداری، از خاطره تلخ بهشتی که فرو ریخت یک میوه دندان زده دارم تو نداری، من عهد نوشتم تو نبستی و نخواندی، من دست به قرآن زده دارم تو نداری، من این همه گفتم و تو یک جمله نوشتی، من سرمه به مژگان زده دارم تو نداری. میگن تو زندگی باید شیرجه بزنی یعنی اینا. آفرین آفرین دقیقاً. حاجی ایران میمونی یا میری؟ میمونم. میمونی؟ آره. ایرانو دوست داری؟ خیلی خیلی. چیه ایران واسه جذابه؟ ببین جاییه که توش بزرگ شدم. تو مگه میشه جایی توش بزرگ شده باشی با تک تک خیابوناش خاطره داشته باشی، عزیزانت کسایی که نگرانت میشن اینجان و تو راحت بتونی بذاری بری. میدونم خیلی سخته خب و آدمایی که رفتن من شجاعتشو ندارم. خیلی آدما شجاعین که تونستن تمام اینا رو بذارن برن، من شجاعتشو ندارم. آره و یعنی اگه یه روزی شجاعتشو پیدا کنی شاید بری؟ نه بازم میمونی. تصمیمم گرفتم، خیلی بهش فکر کردم. من دیگه الان همه چیزم واسه اینجا دارم میسازم. نمیدونم شایدم از آینده خبر ندارم. دیدی شرایط جوری شد مجبور شدم برم. آره. مثل خیلی‌ها که مجبور بودن برن میدونی، ولی تا جایی که بتونم میمونم. من گوشم با تو. آره تا جایی که بتونم میمونم. آره عزیزانم. و مهاجرت کلا مقوله تلخیه. آره. یکی از مکانایی که ازش متنفرم فرودگاهه، میدونستی؟ جدی؟ متنفرم از اون. خیلی انقدر آدما بودن که رفتم فرودگاه باشون خداحافظی کردم و دیگه ندیدمشون. متنفرم از فرودگاه که مثلا چندین سالم هست دیگه پامو نذاشتم. حاجی من جرأتشو نداشتم نرفتم، باورت میشه؟ خیلی منم خیلی رفتم و تو اون وضعیت مثلا تو میبینی همه دارن اشک میریزن فلان گریه زاری و تو اینطوری که نه بذار راحت بره، لبخند بزن، حالت خوب باشه، دست کن بده. اینه بعده ها. آره اصلا فضای فرودگاه برام همیشه سنگین بود. اینه بعده ها که میگی دوست داری کمک کنی حال بقیه خوبه، وای میریزی تو خودت که یه موقع یارو بر نگرده ببینه داری اشک میریزی بخواد بمونه منصرفش از مسیرش. من نرفتم، من فرودگاه نرفتم، بخواد سخت بره. آدمم ازم ناراحت شد، آدم به شدت مهمی هم بود توی زندگیم.
نرفت، نمیتونستم. من و مثلا یه بارم اتفاقا میونه حرفت، یه بارم بعدن که داشتیم صحبت میکردیم میگفت خوب شد نیومدی، چون ممکن بود نرم و من اینجوری شدم که همه گریه و زاری و اینا. اما مثلا ولی خب یه نفر باشه ببینم تنها داره میره میرم باش. معمولا وقتی تنهام دوست دارم، آدمان تنهام دوست دارم پیششون باشم. دوست ندارم تنهایی کسی یه مسیری رو بره، یه راهی رو بره. علی راه حلت واسه رفتن از همکف چیه؟ ببین همکف خیلی ها میان دوباره تصمیم میگیرن برن منفی، راپله رو که میدونن، خیلی هم که رفتن مثبت راپله رو باز میدونن. خب یه وقتی تو همکف وقتی آدم هست، آدم اینجوریه که چرا برم اصلا، چرا برم منفی، چرا برم مثبت، نشستیم دیگه داریم دورم نون و ماستمون میخوریم. ولی خب قاعدش اینه که نمیمونیم تو همکف. من خودم اینجوریم که تو همکف نمیمونم. تو راه حلت واسه رفتن از همکف چیه؟ پشتکار و اینکه برو دنبال علاقت. ببین چیزی که بهش علاقه داشته باشی بری دنبالش امکان نداره پولو چیکار کنی؟ پولو میاد، پول میاد برای یه جوری جور میشه دیگه، یه جوری برای یک جایی جور میشه پول. خب یعنی تو میگی آدم قناعت کنه، مجبوری صبور باشه. آره صبر این خیلی آفرین صبر. آره. آدم قناعت کنه، صبور باشه، ادامه بده تا لحظه آخر. میدونی تهش چیه؟ تهش اینه که آقا میگی من تمام زورمو زدم نشد، ولی تمام زورمو زدم. تو این نیست که تو فردا روز میری یه کار دیگه انجام میدی جز علاقت و هی اینطوری میشی من اگه این کارو میکردم الان این اتفاق میافتاد، من اگه این کار میکردم الان میتونستم. این بده. این حسرت خوردم. من متنفرم از حسرت خوردم. یعنی همیشه جوری زندگی کردم که بابت گذاشتم حسرت نخورم. اگر اشتباه کردم گفتم غلط کردم، خوردم اشتباه کردم و ازش درس گرفتم از اون اشتباهی که کردم. آفرین. ولی هیچ وقت حسرتشو نخورم که با جربوزه اشتباه کردی تو. آره با جربوزه. من اصلا از خطا کردن و اینا به نظرم نباید ترسید واقعا. میدونی چون اتفاقا دیروز پریروز داشتم با یه بنده خدایی صحبت میکردم، میگفت حسرتامو چیکار کنم. من بهش گفتم که ببین گفت ناامیدی و حسرت‌ها رو چیکار کنم. گفتم ببین ناامیدی و حسرت حقیقتا یه چیزیه که ما دلمون میخواد برای فرار از واقعیت و استراحت بهشون بچسبیم. یک راه حلیه که ما از لحظه حال جدا بشیم، که خودمون رو قانع کنیم اوکی نشد، فلان شد، بیسار شد، اینجوری شد، حالمون رو خوب کنیم. خب حسرتی وجود نداره. میدونی چرا؟ چون زندگی ببین اون برفه که تو کوه آب میشه یه جوری راه خودشو پیدا میکنه، میاد میخوره به تخت سنگ، دوباره مسیر رو پیدا میکنه، میاد اصلا به جایی هم به دریا نرسه سر راهش یا خاک و حاصل خیز کرده، یا یه سنگی رو باید میبرده یه جایی میرسونده، یا 4 تا گیاه رو آبیاری کرده، یا یه روندی رو شروع کرده که بعدیا که آب میشن بیان. مسیر زندگی هم همینه. واسه همین حسرتی وجود نداره وقتی ما میخوریم به یه تخت سنگی. حسرت چی میخوری؟ حسرت این که ندارم. ببین چیزایی که دارم میگم شاید شعارگونه باشه، خیلی وقتا خودم هم توش میمونم. خیلی وقتا من یادی مثلا ناراحتم، غمگینم، انرژیم پایینه، یاد حسرتام میافتم، بعد به خودم میمونم که نه واقعا حسرتی وجود نداره. ولی میدونی همیناست که اتفاقا شخصیت ما رو میسازه. چی شد که حسرت خوردیم؟ چرا حسرت خوردیم؟ به چه علت؟ یعنی میدونی چرایی‌های های اون اتفاقاته که ما رو، و این حسرته باعث ناامیدی میشه. بله باعث میشه تو چیزایی رو ببینی که نداری و از چیزایی که داری غافل بشی. بله متاسفانه خیلی. یه بنده حال تو آدما یه بنده خدایی بود میگفتش که ما نمیریم دنبال اونی که برامون میمیره،
میریم دنبال اونی که برامون میرینه. حالا فکر کنم میرینه رو نمیتونیم اوکیه بوق نذاریم. ولی جمله جالبیه ها، دقیقاً همینه. ما نمیبینیم چیا رو داریم. دقیقاً شاید یکی از زندگیمون میره یا یه اتفاق بد تو زندگیمون میفته، توی موقعیت اجباری خاصی قرار میگیریم، شاید به خاطر اینه که آقا باید چشامون رو بیشتر باز کنیم. اتفاقا چند وقت پیش داشتم با یکی از بچه‌ها صحبت می‌کردم، علی یوسفی، پیشم صحبت می‌کردیم و اینا، هم راجع هم که آقا آینده چی میشه فلان میرسیم نمیرسیم، چه اتفاق قراره بیفته، میشه تو مسیر خوبیم، تو مسیر درست هستیم آیا. بعد یه جا برگشتم بهش اینطوری که گفتم علی ما همین الانش هم به چیزی که می‌خواستیم رسیدیم ها. گفتم خودت نگاه کن، منو نگاه کن. من یه زمانی آرزوم بود تئاتر کار کنم، الان دارم تئاتر کار میکنم و به صورت حرفه‌ای و جدی هم دارم کار میکنم. میدونی یعنی الان اون چیزی که تو گذشته میخواستم و دارم، ولی مونده به چیزی که الان میخوای برسی. بله همیشه قطعاً. همینه. همیشه همین. حالا تو بیا تو نمیدونم حسرت گذشته رو بخور یا مثلا فکر کن فردا چی میشه، الان تو از دست میدی. مثل شعری که دوباره شعر خیام میگه که از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. عزیزم تمام شد رفت. تمام شد رفت. آره از کی پلن بشینیم؟ علی سبونگو الان همین الان میورد میریخین تو. آره. حاجی سوالی داری از من بپرسی؟ چرا بازیگری رو انتخاب کردی؟ چون تنها خاطرات خوش دوران کودکیم وقتایی بوده که روی صحنه بودم و داشتم بازی میکردم، چه تو خونه چه رو صحنه چه کلن، یا سر صحنه میرفتم بازیگرای بزرگ رو میدیدم که دارن کار میکنن، اونا رو میدیدم به ذوق میومدم. جدا از اون چرا بازیگری انتخاب کردم؟ من خلق کردن رو دوست دارم، واسه رشته هم معماری بوده. من جدا از خلق کردن فضا، خلق کردن یک موجود دیگه‌ای که تو میتونی بهش جون بدی واسم خیلی جذاب بوده همیشه. اما یه چیزی بگم، پولش هم واسم همیشه جذاب بود. میدونی نمیتونم بگم نبوده، شهرتش جالبه، نمیتونم چرا بگم نیست، شهرتش جالبه، ارتباطاتش جالبه، خیلی چیز جالبی داره، ولی واقعیتش اونه. چون من میتونم کارهای دیگه‌ای بکنم که خیلی سریعتر به پول و شهرت و فلانه اونقدی برسم، ولی بازیگری واسه من اینه. میدونی حالا من چرا تو چرا؟ من یه رویای خیلی بزرگی داشتم از بچگی، اون این بوده که جهانگرد بشم، هنوزم دارمش. تو سرور جهان رو بگردی با بازیگری؟ رویای بچگیمه. آفرین. خب و الانم موقعیتش پیش بیاد میکنم این کارو. هر موقع که موقعیتش پیش بیاد همه چی رو رها میکنم. رها میکنی میری؟ آره. خب چرا با بازی یعنی میخوای پول به دست چرا بازیگری انتخاب کردم؟ آفرین. به نظرم تنها شغلی بود که تو میتونستی در آن واحد توی دنیاهای مختلف سفر کنی. بازیگری برای من این معنا رو داره، میتونم تو دنیاهای مختلف، تو زمانهای مختلف، توی آدمهای مختلف سفر کنم. بله. و من عاشق سفر کردنم. چی از این برای من بهتر؟ دقیقاً. آفرین. این بازیگری رو خیلی دوست دارم، خیلی خیلی حال میکنم باش. اگه چیزی داری بگو، اگه نه که نه دیگه گفتنی ها رو گفتی. یه چیز واسه همون بخون بس. آره توضیح نمیدم. اوکی. یه آهنگ افغانیه، بذار بگم نه. اوکی. یه آهنگ افغانیه. می‌خواستم یه آهنگ دیگه بخونم، الان یه هویی اصلا بحثمون رفت و فلان، دیدم چقدر به این فضای میخوره. خب اینو میخونم. بخون. آره عالیه. ما لذت میبریم. دنیا گذران و کار دنیا گذران، خوش پیر شوی ای یار جوان، من نغمه سرای دل عاشق بسران،
من نغمه سرای دل عاشق به سرام. گل می گذرد موسم گل می گذرد، ما کشتیم و کاروان ز پل می گذرد. امسال گذرد سال دگر باز آید، تا سال دگر عمر جوان می گذرد، تا سال دگر عمر جوان می گذرد. بیگانه غریب و ملک بیگانه غریب، بیمارم و بی کسم نه درمان نه طبیب. کو مادر و دادر که دعایی خواند، بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب. بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب. دنیا گذران و کار دنیا گذران. دمت گرم. واقعا دنیا گذران. آره. دنیا گذران و تا سال دیگه امیدوارم که جوونیمون نگذره و لذت ببریم ازش. هدیت چیه به برنامه؟ هدیه هم حقیقتا یادم رفت بیارم. بی تربیت میگم بیارش. میگم چیه سری بعد میبینید. آره کجا دوست داری بذاریش؟ بگو که اینجا این اونور یا اینور یه جا حالا بذار اینور تو همین طبقه حالا هر جایی که یه اسکلته. اوه چه باحال. دمت گرم. این قصه همون مرگ و مردن و اونا که راجع صحبت کردیم. اگه خواستی تکمیل کنی تو یه وایس آره. دفعه بعدی آره. بهمون بگو و دمت گرم. مرسی اومدی. بلندی ها هوای تازه دارد، جوانی درد به اندازه دارد. دلم چندان خرابی دید از عشق، که نه دیوارونه دروازه دارد. خیلی اپیزود احساسی. اصلا فکر نمی‌کردم اینقدر احساسی بشه. خیلی احساسی. دمت گرم. چاکس. بای بای. خدافظ. مرسی.